شاید که همین کدام همین مرد که میگه تو حالا تو چرا کدام سر همین میکنی؟ چون همین کلا که برات گفتم. اینوی پیسه کل داغا را پت میکنه. تو مچم چه رقم آدم هستی؟ پشت در پس سرگردان نبودی؟ بگو نبودی؟ بودی نبودی؟ امی طفلک یک بیسکیت میبود، میگو بیسکیت داغ میزد در دلم، اما سیاست میکنم باش چپ شوه. اما پیسه درپا نبود که به او بیسکیت بگیریم. چرا همی ساده میشی؟ بله بس کم خود بخیر تو رفتی جمعش کردی؟ شک هم نیست از یک جا طرفداری شده میکنه. آگاه شده. حالا شد تو چی کار داری؟ چه رقم هستی شما؟ چه رقم آدم هستی؟ آگاه شده. اون گلاس کلش میخورد. کلش دو نیم باشد باز میفهمی. تو در کجا بودی؟ آقای مادر گره. نبودم مادری رفت. جان جان. اشکال شم دختر من نظر شد. دروازه باز کن مادر. این قایم از بر دختر من شد دروازه خوش مزه قایم میگیره. ما کمش بگیم یک همی مانده خاله و حسبان این دروازه را. پدر همون بچهش جوان است سوار زمین جا قومش میگی میآید کلش اما تو نمیته که از خاطر پیسه مرد پیره گرفتن. آلیه سنات میخوای خور خدا بکشه قدل پخته سرش نه او رقم نیست حتما پاش لخشیده خو اینجا دوا داشتن مقصد باز دیده که سلما افتاده که همه سیل کرد باز من چون دیگه باز ما آمدم می طرف سلما رو دیدم و خطا شدم چی رقم مادر ما بگیم که ما سنات بگیم خدای نه مادرم خوب شده اگه اینا رو بگیم باز جگر خونی میکنه باز میره کتشان جنگ میکنه. تشکر زنده باشی سلما جان. نه قوگار نشدیم ما دیگه میفهمی که باران هاست گل بود دریاولی ما اونجا لخشیدم افتیدم یک کم اگه پایم مواج ده بود حال خوب از دوا خوردم فعلا خوب از دیگه گفتم باشه اگه اول بودم که امروز به هم خاطر آمده نتونستم باز خیر اگه فردا آمدم میبینمت. تشکر زنده باشی سلما جان. خیر خداحافظ اکد. خداحافظ. سلما جان چطور است پایت خوب شدی؟ خوب چرا هستم. متوجهت نیستی؟ خدا نکنه پرستامول خوردم جور شد گفتم ما قدرت نمیکرد درم جمع باشم. اما اول گفتم میگذار درد میکرد حالا پرستامول خوردم خوب شد. همکار کن با خاطر زنگ زده بود گفت چرا نامدی کاش میرفتم پایین جور بود شما نماندین شق میکنن دیگه. خیلی چی کنم دیگه؟ متوجهت نباشیم. کم قدر متوجه ما یه قدر وقتا بودیم سلما حق نداری که متوجه باشیم. آدم متوجه بیگانه میباشه بس تو خوارم هستی باید متوجه باشم. صحیح گفتم. خیر امروز نرفتم صبا میرم حتمانی. چپر نپوشیدم که برم برچیر بیارم مادر من نمود خودش رفت. مادر رفت؟ خودش رفت. بیچاره میگه سلما ولتام نفتی. نه بیچاره ترسنده شد. مادر بیچاره رفت صدای باران. دیگه لای چه قسم بره. کاش نمیرفتی شیر چی کنیم؟ باز من خودم که جورش میشدم میرفتم حالا شیر در اون جفتادی سلما؟ خوب گفتم که گل است خو این روی اولی من نمی خرابی را داره گل بود یک چبلقالشون بود افتادم لخش. خب افتادی؟ بیخی پای من درد گرفته. افتادی؟ چرا؟
خب گفتم لخشیدم دیگه آرزو چی فقط که چی چرا دروغ میگی؟ چرا از ما پت میکنی؟ من خوارد نیستم. چی رو پت میکنم؟ آرزو خال لخشین دیگه کدام گپ پت کردن نیست چرا؟ من چی دروغ میگم؟ خب چرا طرف چشمایم سعی نمیکنی؟ چشمای طرف پایین میگیری؟ دروغ میگی سلما، دروغ هم گفتن نمیتونی؟ من از کل چیز خبر شدم. از چی خبر شدی؟ آرزو خب میگم لخشیدم میکنم گپ نیست خاله خب زفر ذکر کردی آسنات جنگ کردی دعوایتان شد تو که افتادی تو رمو تیلاکت خودش رفت. به تو کی گفت؟ مریم کلا قصرت برم کرد از الف تا یا. تو مریم چه وقت دیدی؟ میرفتم پیاله رو که جمع میکردم بیچاره شاویار رو جمع میکرد به من کلا قصرت کرد. سلما چرا پت میکنی؟ آرزو خب چرا پت نکنم خاله خب باز میفهمی که گپ میشه خیر ما مادرم نگی صدقه چرام خورم به مادرم نگی مادرم حق داره خبر شوه. نه مادرم خوب شده خدای نکرده خفت میکنه باز ما چطور خود چرا خودم نگفتم؟ سر صدا نکنه هرچی باشد فامیلتون است همشیرهت است مادرت است ضرور نیست به این رقم که 24 ساعتی سر صدا لولی خودتون کم اعضای فامیلت است نه بیادر خاله ما چی کردیم برای زمان ما خدا میخوان هستیم خاله میای امی ما گپ میزنه ما را گپ میزنه فردین گپ میزنه امی هر گپ که باش سر ما مندازه ما خود دشمنش خو نیستیم هر کار دنیا به خوبی حل میشه تو نیست که سر صدا تو زدی میان گلاسا رو مایده کردیم مردم سن ای جمعی همسایه خبر شغال دو بین فامیل نه ما پیدا نکردم خودش کم بود با اون که دیشه زای کم روزای بعد از دستش دیدیم بابا چه نزنم میگه پاره تو بعد تو گپ نزن خود تو آرام بیستایل ده حالا خود تو خود یا هم یاد طبیعت ما چی دوران که زمین تیر کردم کم مشکلات تیر کردم از خاطر زمین دختر ما میگم فرقش هم میدم میکرد خوب میشد دو تا سیاسر که مویدموی شب تو افتخار میکنی دلم بیخی پر از سر از دو گپ نزنم تو گفتم آرام بی خدا گپ نزن کل جنجال از دست تو هست ضرور نیست همشیره دست هرچی هست نه باز هر چی کنی گوش از دخون جدایی نداره این طرفداری همین فامیل ما را بکو اما باز اون مادرت هست همشیرهت هست ضرور نیست باید خاله بیا در حال صحیح از دمی هر گپ و چلک مندازه دمی هر کار حالا ما اونجا رفتم و کلا پیش کلکینا پاک میکردم آمد خب باز جنگلی ها رو انداختک باز هر چی که میای هر چی که میباشه مندازم اونجا خب اندر از دیگه خندر که باشه اینا تو میباشن دیگه کجا که ما دشمن از تو بیز دیگه اگر دشمن نباشه خاله عمرم خب بچه‌ش کلان خود میبینه بچه‌ش یک فامیل خود میبینه که تمام دشمن است که تمام دشمن است حالا من خورج ازم که من دشمن است خود سریع کندری خود نشان میده بیاده خیر ضرور نیست باز هرچی هست کلان هست تو کدام همشیره اگر تو کلان هستی یا او کلان هست نباید رقم سر صدایتون باشه اولیس یک میمان میای و دفتن دیم سر صدایتون مردم چی فکر میکنه خواهد گفت این دختر زیده گرد سر صدا و سری کارو میکنن بعد از خدا آدم کمیه ما هر روزی که آمدیم اینجا جنجال بودم یا هر روز که زمین کار آمدیم یا ای جنجال کده یا تو یا ای یا تو حالا روز آمدیم دور دراز ایجا افتیده کی از در کوچه خدا؟ کی است؟ مستم خیرت است؟ سلام علیکم وعلیکم السلام خوب است خوب جانده فکر کنم این شیر بیادرم در خانه ما آورده بود از ما هست خیر بینی بس زنده باشی خدا ببخشه باشی بیا چای بخور زنده باشین بخیر باشین سلام بگین خدا حافظ خدا شیر آورده شیر حتما بر سلما آورده من میفهم به خدا همچور دیگه خانه مون نازدانه از دیگه کسی خنازانگی نمیکنه بله اگه خیلی کار وقت نکنم خیلی بانم که بیهوشی به فکرت نکنم حالا فهمیدم خب سلما به خاطر سلما ایره تلبیسته حالت چیز پرتم که سلما تک پتره جور شوه تو باش که این جوانم کجا بانم بشه مجم تک بودر اینجا که چی شد مطلق کنم جای بندم کجا مانده ایم یادم رفته چقدر دیر میشه چند روز از دیر شد که مانده ایمش تو باشتم سلام وقتی کجا مانده ایم گل کسته بین یافتمش بخاطر کی خواه نه یافتمش یا الله دیگه
بچه بود طرفشی که خواب پر میشه. بکنیم نداری؟ یه بچه ندارم چی میکنی؟ بگی میخوام نیسته پیشم بچه. پیسه بود بابی برد کلشم. بگه مادر بچه ندارم. بچه دازم خواب. خواب پر میشه بود طرف برد بچه اونجا رو کدم نام. هره باش تو بابی رو من از پیسه میگیرم برد میتون خواب. بابی های شاید بابی. بابی بچه بابی ها کشی میکنی مریض میشه. مثلا از خواب بابرم نخواب برد میشه کارشو. نمیشه. تبریز کشال نگیری بچه نیست پیچه. نبود میدادم بره. سلام فرار جان. علیکم. هیچی از فرار. قزله شدیم. اکوشی اصلا چپ نزن که بیج اگه دیگه. حالا دیره چرا گرفته رو بدون تصمیم ما؟ علی گل هستی تو چی داری؟ گل هستی حقشان است. پدر تصمیم زندگی به تو میگیری حالا؟ باز سرنوشت. چرا میگی پدر؟ آره چی کردی من خوبه میگم واجه دیگه. آره بانک ما سر دل خودم میگه بگاه قبول کردی از من یه دفعه پرسان کردی؟ خود چرا خودم نگفتم به مادرم میتونستم که بگویم به مادرم. خیر آرزو مادرم مریض است که وضعیتش خراب است باز خیر تو رو بکشم. دختر چی کردن؟ هیچ مادر آب پشت شیر نفر رای کردم. اینا مادر جون خوب شد که تو نرفتی دیگه گل لای چرا؟ گل لای چرا بچه کم سر رای کردم که شیر بیاره. که شیر بیاره جوش بتم برد بیارم بچه یک پیاله شیر بخوری به خاطری این پایکت. نه مادر قدرت نمیکنم شیر نمیخورم میفهمم شیر زرچوبان داشت میندازم برات. زرچوبان میندازم. بیشتر آرزو را گفت من خودم میکنم بچم. من خودم برای جوش میتم شیر زرچوبان میندازم برش. مادر من نمیخورم شیر من شیر خوشم نمیاد شیر بوی میتونم نمیخورم. دکتر صاحب نمیخورم آرزو ما چوک شیر خوردی. خب مریضه چرا میگی شیر بخوری؟ آلو بخورن دیگه هر کس خوش میاد. تو مریضی یعنی دکترها مریض نمیشن. ما دکتر مادر یه فکر که دکتر فکر کرده دکتر نمیخوره ما بازور مادر جون فکر کرده دکتر نمیشه دکترای چوگار نمیشه مجبور هستم ما هیچ نه تو باید جور شوی زود سر پای شوی مجبور هستم این پایین جور هستی برو خک جور شده دیگه برو شیر گرم میکنم دست جمعی میخوریم آوا بارونگی هم از هوا سرد است یک گلاس سلما جان بخور یک گلاس تو یک گلاس من میخورم سیز اولی بخوره این مریض است اول من میخورم دویم تو بخور نه اولی مریض است تو فوری خود بخورین من نمیخورم یک آدم که زن گرفت دختر مردم گرفت مسئولیت پذیر میشه آدم میبینه که من چه رقم زندگی خود پیش ببرم تو همیال بجای که توی را بگی نه که همشیرت است اما هم بجای خوارت ازم خوشیتم من دلم داغ است از یا تو خود کم روزای بعدم کتازی تیر نکردم اگر چی میشه از دست نیم سلما میشه از سرما هر روز که سرما میاد از دست نیم سلما یک دونه آدم ببرم اونجا بخرن اوسو بانن دیگه ظرف مرد خودن اوسو باشه میسه میاد چهار بچه در مندازه چهار همینجا مادرم پایش اگه بلخشه بفته ای بفته او بفته خیلی چطور کنیم باز بایسی دوا دکتر یا از کجا میشه برو کار کن چون ششتی خواهی نیست کار پیدا نمیشه گپ کلام باز تو میزنی یک اودان است که بخرم ولی خب سرما پیسه داره سوق کار میکنه کارش جور است یک دونه اودان بخرم اوسو بونه تو مال مردم میگیری مثل که دخترشون آوردی یا اودانشون میشه بانو برای تو برای خود دیگه بگیره یا اودان از ماش تک مادر من گفتم میگه از وقتی که داینم اینجا بیادرم خدا بخشید زنده بود میگه نمیره برما ماند که از نمی استفاده کنیم ما تابال نظامی استفاده میکنیم یا اودان از ماش چیز نمیگم ما باید چیز نگویم برای یک دونه اودان بخرم پیسه دارم دیگه صد سر صدا نکنه برو تو پشت کار ما رو برات بگر کار پیدا کن زن نام بده امروز صبح اولادار میشی نکوی رقمی جنجال جور نکو یک کسی که دعوا کرد نکو ما میرم اون که از اون گپ میزنم دیگه سر صدای تو نبره مقصد این نکنه که دختر مامن و فقط کالنگی رو نکنه جنجال دیگه نمانم دختر مامن و فقط هیچی پلاسی بخش ای بابا اینه دیگه نال بخیر دیگه کمی خوردی دیگه دنیا رو الودا میگه انشالله باش کنه بس ایده ای بسته کنم که مطالعه ندارم کار کنم موادای خودم کنم رقم نکنم
خیز من بدبخت کم تا نیستم گلوش کن نارگه گچه اینا دیگه باز دیگه دستام مرا خراب کن تو شکایت بریزان بشید چی تصمیم داری خلاص شد دیگه کدام مشوره میکردی پدر باز میرفتی میکردی یک هفته است که ما میرم میه خود کدام میری حالا بود دختر یک هفته است که میرم میه دیگه نمیشه که من زبان خود بگردم بخی دختر مانی یک دو گوشه بخی تو میده نکنی پدر کارای چی مانا داره تا که از من خوش باشی تشکری کنی من قدر قیمت چکدم که موی سر تو نگوین که گل دادن نتونستن کدام یک بار مشوره میکردی یک بار مشوره میکنی مشوره چی داره خورد یک هفته است که مشوره است دیگه مشوره چی هر دقیقه که تو چنه دیم که تو گپ دیم که تو سخن دیم نمیفهمی کارای چی مانا داره پدر چی مانا داره چی از سر دل خود رفت گل گرفتی آری سر دل نداره خب تو میفهمی ما میفهم کل مردم میفهمه که نوی گپ شد آری پت میشهی گودی بازیست من سر شنیمت ماندیم من گودی بازی نمیکنم سهم سهی که به شان شوکت نبرد والله اگه بانم اشته دیگه مشوره میکردی او دختر یک هفته است که میره میاد دیگه چرا که مشوره کنم آری ابویا که من سوار زمون سپای میمانم و زمون مرا بالا نه اینم تو گفای نه سپای چرا بانه الان تو را میگرد بشینم نگاه کنم نه گریان تو سر زلفت از دیگه بتو بیاید ما اینا مرا بچی شوق دکان به دکان گشتم امو گله که تو مقبوله خوش داشته به مو رنگ آوردم پالیدم تا که از من راضی باشی تشکری کنی که من زندگی تا جور میکنم تو اندازه از من دیگه گریانک فقانک چیز بخیده مادر می بوده وقتی کار نمیشد خب علو رب خدا ببخشید دیگه حاله سلما پلان جور داری نه پلان نمیگیریم دختر یک پیالک شیرم گرم همراه زرچوبه نوش جان کن نه به خاطر ناجوری نمیگم من میفهم که دخترم شیر و دختر ما چون شیر خوردیم کانو نخوردی میفهم بچه به نظر مادر شیر آورده باش خیلی من میرم میشی آرزو گرم نکنی خیلی چرا تو رو خدا بیشی بانو میرم ایلا بیشی مادر دختر کشته شده مادر مشکل نمیکنه آرزو بله کور کمان که بچه ها خیلی خیلی ما پشتو رو میفهمم نفهمی یاد گرفتی نه مادر یاد گرفتی خیلی کتما پشتو گردی کتما پشتو گردی چه قسم یاد گرفتی من گفت نمیتونم خیلی بگی میفهمی بچه میفهم مادر زنگای لوری خیرم دیدی مادر پشتو یاد دارم گفتی زرچوبه داشت پرته من چی گفتم خیلی پشتو چه قسم گفتم خب گفتی زرچوبه پرته دیگه نه زرچوبه یاد نکردم من نگفتم زرچوبه خود چی گفتم کور کمان میویلی خب رخ من زرچوبه دیگه مادر دیگه کور کمان چی شتوایی کور کمان چی را میگه نمیفهمم تو پشتو رو یاد داری من یاد ندارم مقدر خیلی دیگه نه من من شیر نمیخورم گفتم شیر پرت یا کمک بورا پرت گرم نکنه چون لایف ازم شیر چرا گرم میکنه چرا میخوری من نمیخورم مادر تو بخو باز من برای آسناتم گفتم که نکنه خورش است دیگه خو خیر است چی همونجا رو من پاک میکنم بعد از این کل گپ سر یک چوب تو کل گپ سر یک ناودان است اینم یک ناودان کنه موسی بخرن بانن اونم ظرف مرف خدا موسی باشه حالا از میگیرن کشکدا میارن اینجا چپ یک دفعه جارو میکنه یک دفعه او جارو میکنه مادرم میره جارو اودان خودش بر تو موقع که اولاد پدرش هستی برابر خود دیگه این اودان از اون وقتی که ما تعدابی نمیخوانه مونده شد این اودان اینجا بود یا حالی مادر ما پرسان کرد میگی از ماست یک اودان یا پس اونا بچه میگه گپ منطقی نمیزنم بیت میزنم آره اگه مال خدا بر تو ببخشه خودش بره برای خود دیگه بخره یک اودان چی است ما میگم تا جنجال میشه خونه اودان اینجا باشه اینا اودان اینجا باشه خود ما اینجا ظرف بشیم خود ما پاک میکنیم سوار از یک شان از یاد سوار از مفتی و دختر هم قضا پیش بشیم چپ شب مفتی از روز پای میدان میشه واسه کیش افغانه میبریم وای چه رقم بی غیرت آدم گیر اومدیم گپ زدن از این سایکو نه بیادر راستم میگه حالا من اونجا پاک میکنم خال سلما اومدم میگه باز قواره زیر من میبینم خاله ما خوب کرد از بدی نکرد ما اونجا را پاک میکردم اومد ظرف خدا شوشت پیش دان خود زمزم میکنه که ما ایرا چی کردم باز ما ایرا امروز قواره شدیدم سایکال سنا جان خوب هم شریک است هر چی باشه اولاد پدرت است به خاطر پدرت باید لازم پاس کنی به خاطر مادرت باید بکنی
چیز نه بچه میری شیر البته از واسه شما خونه تلبیسین یا تلبیسین مثلا اگه شما تلبیسین که بتم شما را نه تلبیسین خب خیلی بچه زن ماماد خب خیلی زن ماماد به سلما خواسته یک برو بچه این بطی سلما جان بخوره جور شه برو پایکاش درد میکنه برو هفتیده پایکاش درد میکنه برو خیلی بینی بطی سلما بخوره پایکاش درد میکنه خدا شفا میتیش انشالله جوی میشه بگو من خودم از پیش کوچکتیم بگو یک بچه کرده بود آب خودم گرفتیم آبر چی گفت بسیم چی سر بلا مقالت داریم چی میگین چه قول مقال داریم یعنی سر صدا هر روز میم جار جنجال هست چرا؟ ایران میمونیم چی کنیم بخدا ما داریم چی گفت شده حالا پیشتر باز جنگ دادیم که گیلاسا رو زدم ایده که کت سلما چایم کرد می نکو بچیم گمش کو راست میگه چی نباشه مادر دست خواره دستگی کارا بسیار بعد از ما در یک زندگی میکنیم آرزو ها شیر آورده یک بچه گفت که ایره طلب مادرم روان کرده بود اینا آوردم براتون سیس خیر ببینی مریم جان خیر باشی بسیار کار شرم است مردم چی میگه ما را همسایه خود سر خبر شد نه اما خالمت چیز نکرده ما اونجا را پاک میکردم حالامت باز ما قواری از زیره میبینیم امروز حالا هر دقیقه ما را میگه زنگ نمیکرد خیام میره سعی کنی بخی البته را میشه زنگ میکنه اگر بیرون میشه زنگ میکنه کی میکنه زنگ سلما خیره بی عقل از خود دست قدر نمیفهم عقلش کار نمیکنه خیره دکتر از زنگ نمیفهم نگردید که میگه که بخوره که یکم درد و پایش گم شود خدا میدان چقدر پایکش درد میکنه سعی که اقدر دردم داشته باشه صدای خدا نمیکشه که اینا پایم درد میکنه و مادرم هم نگفت که حسنا تیلش کده من هیچ خوش ندم بیم میخوانه سرسه و غال مقال جنگ جدل باشه گمش کو تو باش ما میرم میبینیم سلما رو میبینیم گپ میزنیم کاشون برو خواه ای فرفتانه تو چی کار داری او بچه ننگی قره از این بیادت میخوایی تکلیف اصابش پیدا میشه هر ساعت اینجا بره کار کنی اینجا اینجا اگر گفتی پایت بلخشه باز من سلما را اینجا میمونم نه دیگه شه این کدام روز اگه اینجا گفتی باز من چطور کنم کی گفته من اینجا چرپ میکنم خیر از چطور کنیم آری کار خوب نیست کجا ایزی خوب است که تو یک مرد پیر مرد میتی از خاطر پیسا پیرزک کجا است که با تو بسته سعی که یک رو برده و یک رو رنگ من کنه خدا باز خست نمیفهمم من میفهم تو میفهمی پیر کجا است اما تو قدم میمانه حالا موقع کمی آمده بودم و همچنین چقدر کتش خوش بودی و تو چراغ سب نشان دادی که تو دلم اپر شد نه تو کجا واره غال مقال کردی که دیگه نبه اوقات خود چه بوده گرفتی؟ در پیش روی زنم تو بودی دیگه اگه دل نبود همه تو حالا که تیر از کمان رفته دیگه حالا غال مقال تو بخیر برو دیوانه بخیر ناکمی اصاب ما خراب نکو ای تو ده خوبیت نمیفهمی با قرآن اما موقع که گفتم دختره که زندگی به بدتر میکنی بدن چی بدتر کردی؟ حالا که دختر که میره عروسی میکنه شوهر میکنه خانه بخت خود میری بدتر میشه چی بدتر؟ امرم بگو خورد نکو گپتا بگو یک چند دوام دی بگو پدر که با دختر خوبی که آخرش غم بره پدر جور میکنه من میگم باید که چهار همسایه یک گپ بد نزنه چهار خیش قوم یک گپ نزنه تینیده هیچ کس نمیگره این خانه مانده شد این البته اخلاق خوب نداره حالا میگن از خاطر پیسه مرد پیره گرفته ببینم از باد دفعه مردم گشت پیسه خو خرچ باد رواج از دیگه حالا که یک آدم گودی بازی نمیکنه که گودی بازی کنه از خاطر پیسه دیوانه گپا میزنه اوده دختر بخود سالا که تقدیر ما باز شده که ما یک دو روز است که خوش شدیم که بانک یک دستم پر شد
این گپای زیاد سیکو آل دل داره که نمیره بگل خندی کنسل کنه این نام بدیه کجا بره باز مرد هستم زبان دادم کتش چینا وقتی کمپیریش میامد والا خوب زن از خانهشان میرفتیم که کالا میشتم خیلی قدر قیمت ما داشت حالی چی شده؟ ترکم نیم تو گفه بچه ما روزوام رفت پشت شیر دخترم و شیر جوش میتگم شیر جوش بیا بچه بیا خوب هستی بچه جانک جور ساعتمند هستی چطور که خانه زن مامای دیاد کردی بچه بیشنه شما بیشنه خیر شما بیشنه اینجا بیشنم رو بروید بچه تو بینمت نه قرار خیرت خوب هستی بچه چطور که طرف خانه مامای دیاد کردی آمدی والا اینجا که بیایم با تکچکر خبر شما رو بگیریم خوب میکنی بچه باش مامادم یا امروز دوا کرده بودن نیو آسنات کی؟ این امروز آسنات سلما دختر تو چطور که یک کلان از ما پت کردی؟ مادر جان چی است؟ در پیشتر که گلوساز مفتید اول شدم که مفتید تکذر دعوا کرد نقل دعوای چی نبود مقصد گلوسا را زد گلوسا این چی رو؟ بیا بچه توی فرد مادر مدرش پس خانه کار دارم خواست سایز بچه سایز اینه ماشاءالله چه خوب شیر تیره برای جور کنه پای داغار شد از یاد؟ نه پایم خوب است حالی که چطور که دعوا شد که ما بچیم خیلی خبر ندارم این سلما به ما نگفتن بیشتر آمدم دعوای صحیح نشد تو بگی بچه نه مادر تو بگی صدقی چه مادر بد است بوده خونه میخورم شیره یک چای مای بیارم برای تو بگی خیلی بچه تو بگی بچه جام که تو بگی بچه بگی سلام من شیره خوش بگی روش جام کنه حال دستم دراز مونده بچه بخو قسمت خور میگه قسمت خودم میخوره خیلی دوا کردم و دیلیت کرد مادر دیله نکردم و چی ثبتک گلوسار دیله کرد من خودم افتیدم اصلا چی نکرده ما بچه‌ام باور کن عدس تیرمی دختر ما در این بینی رسیدیم چطور کنیم خودت چست همیشه این کار رو شده اگر نوزان 4-5 ساعت دقیقه میخواد که سبور بالا پیسه پیاس خیلی گوش کالا نمیره اینو براتون ما و شما میتیم خیر خدا میربان است که یک خدا داد پیسه خود ما میخریم میش پیشش نه چرا برای او بعضت میرم تو ظرفای جلو چرت میکنه که باش جنگ بخیزه حالا تو هم خیر است که گله میخواد که چناخ سر صدا قال مقال نکو جنگ نکو هرچی نباشه مو خوار است مادر است آدم هیچ وقتی خوار مادر نه ما خیلی غرض نگرفته بودم اونجا که آمدن هیچی نگفتم در زبان خود زیر زبان خود تو زمزم داره که تو با که ماچو مایره باز دیدم و که ماچو میتا شده تو شده حالا خب بخورم هستی خیر اگه دیدی دیگه حالا خب بخورا حتما چند باری که برام زده که میشم قوریت رو نمیخوایم ولی هر روز مطرح میبینم من چون به خدا نمیفهم در بین شما خورا ماشم خوراس یا دشمنان یک ذره احترام عاطفی آرسی شده سال مجرد کنست بود تو مجرد هستی هر چی میکنی کار تو در بینشان مداخله نکن پیچ کار غلط نگو پیوست که یک خیر پیش کنی غیر شرط پیش میکنی من خود تیله کرده اگه من تیلیش میکنم دستپاش مایده میکردم بعد یک چند وقتم چپخانه خلصتر میمون دلم یخ میکنم تو شرط نیست تو میکنی نمشکن تو هر کار میکنی بچه دستپای مردم ما مایده میکنی هر کار میکنی مگرم بگیریم که چی بخست روشه سراغ المحال تقصیر گفت هیچ کس نشد این دفعه که همی کارت گرفت دیگه این دفعه تیلیش که دیگه فهمیداش میگیردم زمین اونم گلوسا کدام چالش میخورد باز میفهمی که یک نم چند کم روزا را خسرمان و در کم بدبختی رفت نمیدیم تقصیر گفت هیچ کس نباشه ما قرارش نگرفتم که آمده چند تا موشم بدن تار دست اینال اونو افتیدن بهانه شده دیگه هرچی که دلش شد میکنن حیران موندم که تی دختر کدام راه را بگیرم بچین سر اینمی راه دروازه رو واکو چی حال بود که ننداخت بچین تو خو نمی باشی در این خانه یگان نظارت هایی که میشه شر و شور میشه که نمی اولی همسایا میپیچه دست جنگ و دعوایی آسانات دروازه رو واس که گفتم نمیکنم اما دوری و دوستی خوبه دروازه رو خاخر برش واس کردیم اینم 24 ساعت اینم جمعه اینم 24 ساعت اینم مسلم اینم روز که دختر جنگ کرد تا با کی دختر گپ پات کنه اینا تیرش کرده اون پاش پود بیده اوگانم است اینا با من گپ نزده بچه حالا من نمیفهم چی از یا بخش نمیشم چی هیچ من نمیفهم میفهم دالا آسنات بخی اگر رقمش از وقت که خانه شما آمده هر دقیقه میاد یا به من به احترام میکنه یا به مادرم یا به خوار خورد خود بارزو یگان رو انداخته دختر پیشتر ما امروز جنگ دعا نمیکردم من برام من گلاسای خودم میشوشتم آمد یک گپای زد که مچم چی تو اودان اوتون ببریم پیش خانه تان بانین تا زیاد چی دارین
دیگه ما گفتم یودان خاص کنیم استفاده میکنیم یک ظرفا رو میشیم دیگه ایجار مردار نکنیم از خاطر یک ذره درگیر شدیم اگه نکدام گپ خاص نبود ما بچه میگفتم تو ببین بچه ایت ما خود ما تنگ کردن ایران ماندیم چی کنم بچه مگنه ما مردینه نداریم مگنه نمی جای بر شما ایلا داده ما کوچ میکردیم یا بچه ما شما هیچ خاطرات بد ندارم هیچ از شما نارضا نیستم که هستم از این دخترم هستم دخترم خود ما تنگ کرده کاش که یک جایی که پیدا میشد بچه‌م خفه نشین از من با خدا میشرمم کمی گپ برات بزنم مثل اولاد ما ما خو میریم زن ما خو یک خانه پیدا شود جای صحیح باشد حالی بیادر ما فکر که به این وضعیت که اصلا هر روز سر سواد خانه دیگه کس کی مراجعه میکنه تا که خانه صحیح پیدا کنیم راست میگی بچه‌م تو ملامت نیستی بچه‌م به خدا من اینم دختر بیخیت ساخته که به مرگ خود راضی ساخته چی کنم کتمی دختر ما چرا این دختر قصد گرفته یک را میشینه ایره فرزندی میگه بچه‌م یک را میشینه یک گپ میزه یک گپای نو میره بکشه که بیخی امی چرا لاله جان خوب هستم چرا بچه‌م سرگرم من فشار تا بالا شده بچه‌م نمیفهم الان فشار تا بالا شد چه قسم بچه‌م پیش دکتر میری خب باشه جالت فشار عالی فشار داریم بچه باش ما بخیزم لاله جان میامدی نمیشیری؟ نه رفتم خب پرنایت به خدا چی میفهم؟ نه؟ یک برای بیرو بریم سعی کنم؟ نه مادر بیش چی میکنی؟ رفت حتما خانه خود رفت بگم خب؟ بیا تو و خودم حیران ماندم یا گپ ما سرش برد خورده بچه مادر کاشیات نمیکردی تو را گفتم با همین بگو تو رفت سیده و بچه از چی رو ما برامید میگفتم؟ نمینه که از خانه برای حتما سرش برد خوردی خب جوان است حتما گپ سرش تاثیر کرده تو نخه که پای تو رفت خب چی رفت بیچاره خدا چی شده؟ چی کاره کردم؟ چی شده؟ من چی شده؟ من همی بانگو بچه چی شده؟ من چی کرده؟ چی شده؟ زنگو به چی شده؟ نمیفهمم که همسیده خورده چی داده یعنی شده؟ چی شده؟ کنه استفراق میکنه چی کرده؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ شبا کنه شبا کنه بردی شبا کنه شما شبا کنه بردی شبا کنه برو که پای بسیار کار خوب کنی بسیار کار نیکی چطور کلک خوب است کلک خوب است ما والا چیز بود چیزا که میوه گرفتم میآوردم از راه کت خود همونطور خیر نگاه که برال چیز کم است هیچ پروا نداشت اگه نه چی گپ است که نه دیگر دایی پشتی گپا نگرد خیر زدن از دو سر چیاد نیکوس حال بیگانه ما خو نیست همه ماست هرچی باشه روادار مرگش همه نیستی مالیز دشمن سر ماست حالا بیا بمیره تو خوش میشی سرطان بگیریش دختر
آدم شما دو تا یک آدم خوب مرض میگیره، سرطان میگیره، مرض میگیره، از رقم مرض در جانش میشه. واسه که دفتر باز کن. حالا بلا بود برکتش نی. شکر که بچه‌م جور شد خدایا. مرا بچه مرا. اگه چیزی میشد من چی میکردم؟ چی خاکار سر خود باد میکردم؟ الله. ایا اون که پس دو دلش طاقت میکنه که بچهش خون استفراغ کنه و قرار دل بالا پرت خدا دخل اولید دل است اولید دل خواست آلبی بیاجی من فکر که من خود فکرم گرد وچد من جگر خون شدم میگم موضوع دلگرپا یادت هستک سلما؟ قایم تو به چشم هستک فکر کرده که از یاد ما میره که گفته بود بشقابشان دلگرپا مانده بودم هم دلگرپا را تو محکم گرفته بود میتپه پشتش باز کمی دیدمش باز که دپاچه مترایه میگم باش که برم میورزن ما ببینم دختر میورزن ما ببینم چطور است؟ چای سادم کنم برزن کاکا جان یا سبز؟ نه سبز بچیم چه خواهد سیاه خوردیم خاک داد چای سیاه شود چای سیاه برو بسم الله چی من چیم نامد پیسرم دارم چی نامد بریم ناقم پیسر دادم خیلی